باز امر امریکا دست یک کردیم شما را زدیم. نوش جانیم. عالم امر امریکا دست یک کردیم شما را میزنیم. نوش جانیم. خودت میفهمی. ما که ظرفیت داریم که اشرف غنی و خلیلزاد و جلالی و کرزی و ملایبت الله و گلبدین را در یک را میریم. نوش جانیم. هوشیار هستیم. شما می کار بکنین. چرا نمیکنین؟ سیاست است. چرا نمیکنین؟ به خاطر اخلاقی کار نمیکنی یا زور نداری؟ امیر پیدا کو. یک دو، میتونی بغیر از پشتونا در افغانستان زندگی کنی و قدرت دست بگیری؟ اگر گت سوال جوابتان بله است بفرمای که روی تا گرفته برو مثل طالب واری که تمامش پشتون است افغانستان را گرفته نرواری حکومت میکنه. نوش جانش. میتونی؟ اگه ازبک میتونه نوش جانش. ما با قرآن نیره به خاطری نمیگم که ما بد کس تحنه میتون. ما اصل گپ برتن میکه شمالی ازبک آزارا تاجک هر سی تن یک جای شوین همی کارا بکنین. قندارا مدیریت کو، بکتیارا مدیریت کو، ننگرهارا مدیریت کو، انگلیس هم امرایت استاد کو. ما اجازه میتون بسی پتی پشتون ایران هم استاد کو. نمیتانی. چرا نمیتانی؟ سوالات از خود پرسان کو باز جوابش پیدا کو. به خاطر ازی بیادر که شما امر انگلیس دا او وقت گپ نمیزدین یا حال امر امریکا گپ نمیزنین، ای از اخلاق تان نیست. ای به خاطر است که انگلیس و امریکا شما را به صفت مالک ای سرزمین نمیشناسه. ای بسیار همور کار داره که شما انگلیس و امریکا و روسیه را حتی ایران به این قانع بسازی که امر ما گپ بزن و ما مالک افغانستان هستم و برتن میگه که میدل فینگر. بیادر شما خود ازار میتین. گپای ما را نوشته کنین. هر دروازه را که تک تک کنین شما را میگه که بیادر ما اینجا یک قوم را میشناسیم به نام پشتون. اگه پشتون بیای سلام میتیم امرش معامله میکنیم، اگر نه بیای ما شما را به صفت مالک افغانستان نمیشناسیم. چرا مردمتان تباه میسازین؟ برین افغانستان را مالک. شما هیچ احساس مالکیت نکردین. به خاطر چی؟ هر وقت شما میگین ما مالک نی مگر مرد قدرت شریک بسازین. مثلا برادرای هزاره میگه که من نسل کشی میشم در این کشور. ای چی معنی میته در سیاست؟ ای معنی را داره که ما مظلوم هستیم. ای معنی را داره که ما کم هستیم. ای معنی را داره که ما بیچاره هستیم. ای معنی را داره که ما بیزور هستیم. امریکا و روس و ایران امر مظلومین قراردادهای سیاست را نمی کنند. میگه این مظلوم هستن، مالکین نیست، هزار است بر ملک کشیده شد. ازبک میگه بر ما یک مارشالی بتی دیگه مرا فیر. مردمی گپا را میشنو، امریکا میشنو، میگه این مردم تانه به یک ولایت و یک مارشالی بند هستنی، مالکی کشور نیستن، ایس فرمول بکش. تاجیکان میگه مرا امی پنشیر ولایت بساز، با مارشال فهیم را مارشال بساز و مرا معاونیت بده. شما در این کارا سیاست را باختین. ما مردم هوشیار هستیم، شما را به مردم معرفی کردیم که مردم اینجا مالکین نیست، مامورین است. یک معاونیت برتان دادم، پنشیر برت ولایت ساختم، ما کردیم. ما مارشال فهیم را مارشال ساختیم، پشتون ساخت. دوستم را پشتون مارشال. چرا ازبک نمیتونه که دوستم را مارشال بسازه؟ چرا تاجک نمیتونه که دیگه تاجک را یا ازبک را مارشال بسازه؟ به خاطر ازی که شما مالک نیستین. و ای را من نمیگم که مالک نیستین، شما نمیتونین که می اکت مالکیت را بکنین. ما فایزان میایم بر شما میگن که و مردم بیاین امی افغانستان حسی مالکیت را پیدا کنین. مثلا اما بیچاره یک شاعر شما رفته بود در ایران و گفته بود که ما از دور ولایت ایران از پنشیر آمدیم. یک تاجک نخیست و نگفت که چرا گفتی. ما پشتونا بودم که همون نفر گریه آوردیم و داویش هم زدیم، ایران هم داو زدیم که تو چرا میگی که پنشیر مربوط ایران است؟ بر ما یک
تاجک پیدا کو یا هزاره کی گپک زده باشه که تو چرا میگی که پنجشیر مربوط ایران است؟ میگه خوب گفته. چرا؟ گپ امام اعظم رحمت الله علیه است. میگه دو خانم سر یک تفلک جنجال داشت، میگه نتانست که از کیستن، میگه گفت که بیاین برتان تقسیم کنیم، نصف از خودت نصف از من نمیفهمم. میگه کس که مادرش بود برش گفت که برای زیبت من میگیریم. وشتوک زنده باشه، خیر از برمنتی. افغانستان هم وشتوک است که شما میگیم که بیاین نصفش کنم و ما میگم که از تو باشه، مگر همون نصفش نمیکنم. بیادر گوش کنین، این موضوعی تو را عادی موضوع نیست. بیادر شما را تاکید سپورت و حمایه خارجی ها را نداشته باشین در افغانستان هیچ چیزی کرده نمیتونین بجز ازی که خود میکشین. و این گپاره که ما برد میزنم یک پشتونم برد نمیگه، یا شما را در خاو میمانه و کشته میره. من نمیخوایم که شما کشته شوین، با قرآن قسم است من نمیخوایم. چرا؟ بخاطر ازی که شما خودتان حس مالکیت ندارین. نوری خودتان حس مالکیت افغانستان نداری. مرا بسیار با بزرگواریتان ببخشین. هیچ کسیش نداره. تنها که در بیروکراسی باشین و در اگزیکیتیو پاور باشین، عمیق شما میخواین. و ما مردم میگم که پیشتر دختر شمال گفت که پایزان چیزی نمیته. دختر شمال ما شاید در زندگی در افغانستان وظیفه نگیریم، مگر یک پشتون که در افغانستان رئیس جمهور باشه و زور داشته باشه، همین ماستم. من راست برات میگم، ما امی ایبت الله را از یک تاجک و ازبک و هزاره که در بهتر میدانم. پشتون اگر پشتون باشه جور میشه یک روز، دلتان خوش میشین، خفه میشین. اگر امی ایبت الله پنشیری می بود، باز پنشیری همی گپ میزد. از امی خاطر کلکانی و ایبت الله یک عقیده داره. کلکانیم امی اخوانی چیستن، کنزرویتیو بس. گلبدینم کنزرویتیو بس. ملاومرم کنزرویتیو بس. و ربانیم کنزرویتیو بس. شما امین نوری و دیگه ربانی کنزرویتیو دوست داره، کلکانی کنزرویتیو دوست داره، گلبدین و ملاعمر کنزرویتیو دوست نداره. به خاطر زبان است. نوری رازی خاطر ما تایید میکنم. بیادر ایجز گپی چی نیستن ایدئولوژی، گپی اول دی ان است و گپی دیگه. چرا ترامپ در امریکا کامیاب شد؟ به خاطر هوشیاریش نی، به خاطر سفید بودنش بود. و چرا به خاطر سفید بودن و کوکیژن بودنش؟ به خاطر که کوکیژن و سفید زیر سوال در امریکا آمده. 12 سال پیش سفیده 70% بود، حالی 60% مان. اگر ترامپ نبیاره ای 50 میشه که 50 شد، سفید از امریکا گم میشه، خانه جنگی شروع میشه. سیاه و مکسیکانی هم می اسپانیش امرای سفیده جنگ میکنه. از این خاطر هستن که دی ان ای، کروموزوم، جینز در دنیا نه مذهب مهم است، در دنیا نه پیسه مهم است، در دنیا بلد مهم است. دخت شمال خودتان بسیار یک خانم بسیار خوب است، یک قلبکم برتان بتم و خداوند جنت روانت کنه، چون جنت بسیار دوست داری. ما میفهمم و میریم. خوب اخلاق داری، برو هم جنت نصیب تان شو و میری. ما مردم کی هستیم؟ ما خوب مردم نیستیم. ما پشت اخلاق، ما اخلاق نمیگردیم و بر ما مهمم نیست. بر ما ایدئولوژی مهم نیست، بر ما اخلاق مهم نیست، بر ما ادبیات مهم نیست، بر ما پیسه مهم نیست، شخصا بر ما مهم نیست. بر ما چی مهم است؟ دی ان ای، نژاد. ما سر خود به نژاد خود میتم. شما خبر دارین ما در امریکا سر خود سر پشتون بودن. حتی ما قدر پشتون هستم که ما افغانیتم قبول ندارم. میفهمین؟ ما افغان نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما تیپیکل پشتون هستم و تیپیکل پشتون افغان که باشه باز ما را کمی خراب میکنم. ما جنجال خستاندم، سپیسا را جور کردیم که ما بر خود دیگه افغان نمیگم. به خاطر ازی که در افغان هزارم میای، ما هزاره را قبول نمیکنم. گپی آخر ما گپای خوب سی ریکارد کنین گپای مرا. و ما در سیاست هستم. دلتان خوش هستین نیستین؟ تمام پشتونا روی مرا گرفتن نمیتونم. ما چرا به منظور پشتون داو زدیم و دو وقت داو زدیم که منظور پشتون توبه نعوذ بالله مردم پیغمبر گفت، مزن گفته داو زدیم برش. به خاطر ازی که ما پشتون تر هستم از منظور کده. ما پشتون تر هستم از منظور کده. منظور گفتم که گپ مرا گوش میکنی. تو که گپ مرا گوش نکنی، تو رو پشتونم قبول ندارم. تمام پشتونا پشت مرا گرفت، هیچ چیزی کرده نتانست. به خاطر چی؟ به خاطر که من به منظور بعضی مشوره را میدادم، مشوره مرا قبول نکرد. آل پشیمان هستن و آخرم مشوره مرا قبول میکنم. ما راستی بزرگ افغانستان را جور میکنیم. ما پشتونستان را قبول ندارم. یک افغانستان. گپی آخر ما
دختر شمال. خب در تمام دنیا 3 دفعه میگم، در تمام دنیا که یک نسل حاکم نباشه او کشور جور نمیشه. در امریکا اگه سفید حاکم نباشه امریکا جور نمیشه. در دوبی که فامیلی شیخ زید حاکم نباشه دوبی جور نمیشه. در سعودی که فامیلی سعود حاکم نباشه سعودی جور نمیشه. در پاکستان که پنجاب حاکم نباشه پاکستان جور نمیشه. در افغانستان که پشتون حاکم نباشه افغانستان جور نمیشه. خوش باشین خفا باشین، در افغانستان باید پشتون حاکم باشه و پشتون مسئولیت باید بگیره و شما مسئولیتشان قبول کنین. ما جنگ میکنیم دعوا میکنیم دی این ما زد نمیگم، نه زد میگم نه برتان تهنه میتم، حقیقت میگم. شاید صدای مکانی بلند باشه. این فرمول است در تمام دنیا، این فرمول است. تا که یک نسل حاکم نباشه او کشور جور نمیشه. بیا در این شلغم نیست که بگویم که بیا 1 کیلو شما نه مساوات است، نه اکولیتی است، نه حقوق بشر است، نه حقوق زن است، نه اخلاق است، نه ادبیات است، نه آرمان است، نه دین است، نه مذهب است، نه ایدئولوژی است. نسل، نژاد، اتکس متکس در اینجا نیستن. خب نوری قربانتان شوم. گپ آخرین، اگر ایر با قرآن برتن پیغور نمیتون، با رسول برت قسم میکنم بر تمامتان که پیغور برت نمیتون. اگر زور دارین یک تاجک حاکم شود ما تمام پشتونا را تسلیم کنه، شما نوش جانتان افغانستان جور میشه. شما تاجکان جور کرده میتونین، ازبک هم میتونه جور کنه، هزاران میتونه جور کنه، مگر این یک قوم تمام ما نمیتونیم. اگر زور دارین زورتان در کمرتان بزنین، ندارین بر ما بانین. ما خو بیا زو دیگران ندارم، همین کشور ما دیگه جای رفتن نمیتونیم. همین جماعتم اگر زور دارین جور کنین، ندارین بشینین. بشینین شما بشینین ما افغانستان بر جور میکنیم. اگر میگین که نه یک 50 سال دیگه ما میتور میریم. ما خوش هستم با قرآن و با رسول است که ما به جنگ خوش هستم. و دختر شمال گفت که در امریکا ششتم، ما تنها 1 نفر در امریکا ششتیم. 1 نفر نام مدلاور فیضان است. نه اولاد ما سمریم، نه برادرای ما سمریم، نه کاکای ما سمریم. تمام چیچو پوچ ما در افغانستان است. و مادرم یک روز گفتم که مادر تو بیادم امریکا، ما در افغانستان بودم، با ما 6 ماه گپ نزد و 3 چپلق مرا زد. گفت که یک تو بچه خر بچیم نیستی، ما 1 میلیون بچه را دارم، تو بچه خر مرا در امریکا میبری، سری ما پیسه جمع میکنی برای از خانه. امور که مرا از خانه کشیده میگه نام امریکا را برم نگی. بس دیگه ما گریختم از افغانستان و خانه و تمام فامیل ما مجمعاند و مکتوم برین که شما نمین ما خو میرم. ما لوفر و لوچک هستم، شما در افغانستان بشینین. پس تمام فامیلیم در افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر قدرت گرفتن. یک قدرت سوال گرفتن. آقای فیضانم گپ کن یادتان نره. از این بگو دمی امریکا نشستی چقدر برای طالب لابیگری کردی و یا میکنی و یا پلانش داری؟ اینم صادقانه بگو، من گپایت خوب صادقانه شنیدم. خیلی متاسف هستی، بفرما. ما با امریکا گفتم و میگم دختر شمال انگلیسی اگه بلد باشی با یک نه دویچ بگو خودتان را دویچ. نه یک چیز نوشته میکنیم. ما 2.5 صد ورق یک پالیسی در مابین طالب و امریکا می نویسیم. تنها نیستم از دیگه امی یک خواهی چیزا من نفهمیدم که چی موتر که میتور برپا پسی سن من نمیفهم که چطور گل میشه چطور چالان میشه. بر پدرتان نالت امیر ما یاد نگرفتم در زندگیم هر وقت کار میکنم. لو به طرف شو دیگه وی قمر ازار میته. ببخشین دیگه که امی دیوانه هستم محترم که مواری. وی باران نیستی تو چالان است. تو برو فیضان رو با جور کو که ما گپ بزنیم بگذارم سوال جواب بده که باز تکانک شو. گمش که چی میکنی چقدر وقت اه، تو اینو داری بگو بیچاره که گلیاک آقای هست. فیضان گلیاک خدا کت پوش خود خورده هر چی گفت شما مشنوی چقدر وقت داره به خدای نه چقدر شما خوشتان میایم یا گویی و چیزا رو بشنوی. خو امید میر تشکر بخیر امید ما آقای خودتم دوست فیضان اینو داشتیم. بگو که حالا لابیگری کردی یا میکنی یا در پلان امیر میگم، هستی؟ امیرم برتان میگم بر امید میر طالب تشکر. البته معلوم. امیر میگم امید میر تشکر خودتم خوش آمدی. گپا امید میر پیش از پیش که بگویم ما تایید میکنم. ما حمید میر نوری امی مردم که به نام متعصب مشاور هستند ما تمام ما یک رقم هستیم، متعصب نیستیم. جدی برات بگویم نه نوری متعصب است نه ما نه حمید میر. ما رای حل موضوع را میفهمم و اشکان رئیس ماست. جدی ما میگم به امریکا
که آمریکا خودت امرای افغانستان هر کس که اوجاست جور بیا و قانعشان ساختیم. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که شما در او قطعه، در او منطقه هیچ دوست دیگر نمانده که شما را دوستی کنه. اوکراین تن پس چی گرفت؟ روسیه گرفت. ایران تان نتانیستی که بری اموج زور تان نکشید. اسرائیل دو. پاکستان تان رفت امرای چین معامله کرد که دیروزم با اردوی چین آمده بود به پاکستان و روسیه و اردویش هم رفته بود به پاکستان اموج تمرینات میکرد. پاکستان از دستتان رفت. هندوستان با پیش امرایتان پارتنر بود و علی رقیبتان شد. چین رقیبتان شد. روسیه رقیبتان شد. آسیای میانه کشورایشان تمامشان زیر تسلط روسیه هستند. ختیز اروپا هم زیر تسلط روسیه رفت. جرمنی و چی و لندن ضعیف شد. یگانه زمینی که خالی مانده و افغانستان است. و طالب هم گفتیم که او مردم چیغ نزنین، برین اما امریکا هر چیزی که برد گفت او رو تسلیم شوین و بگوین که تسلیم و هر چیزی که میگه من قبول میکنم. آمریکا میگه که ما تسلیمش نمیکنیم، یک قراردادی میکنیم، قرارداد سیاسی. حالی قرارداد سیاسی در مابین افغانستان و آمریکا زیر کار هستن. ما با این خاطر یک اداره را ساختم به نام افغان امریکن پارتنرشیپ چطورکی چی ما در امریکا در واشنگتن دی سی حالی رجیستر کردیم، سرش کار میکنم دیگه. ما پالیسی برش جور میکنیم. اگه خوش باشین خفا باشین، امریکا و افغانستان پارتنر میشه به 100 سال و در 100 سال پشتون در افغانستان حاکم هستند. تاجک، ازبک، هزاره و بعضی پشتونا مامورین هستند. یگانشان تجارت میکنه، یگانش ماموریت میکنه به نفع کشور، به نفع مردم، به نفع ملت، به نفع امریکا، به نفع دنیا میباشد. شما چیغ میغ نزنین، بیاین اموجا ماموریتتان بکنین. نی جدی برتان میگم، نی خود آزار بتین، نی مر آزار بتین، نی افغانستان مردم آزار بتین. خوب ماموریت بکنین، ماشی دبل برتان میتم. جنرال هستی، وزیر هستی، مامور هستی، تجار هستی، هر چیزی که میگی هستی دیگه. مرا درست آزار است نمیکنه. آقای خدا فیضان. دیگه نال نوبت مرا گرفتید، نوبت ما است که نال ما گپ حالا بزنم که